و اینجا از طریق فیض، حالا ما میخوایم این کلام رو نگاه کنیم بهش، این خیلی اهمیت داره که میخوام دیدتون رو ببرم روی فیض خدا و قدوسیت خدا رعایت بشه. یعنی وقتی که شما کلام رو از این ور بخونید، مرز بین قدوسیت و فیض رو باید رعایت بکنید. یعنی باید از این فیلتر بگذرید. اینجا در کلام شما رشد میکنید. میدونید چه موقعی رشد در کلام اتفاق میفته؟ موقعی که حقیقت قلب مسیح با شما مکاشفه میشه براتون. اونجا چه موقعی کلیسا بنا میشه؟ مسیح به پتروس چی گفت؟ گفت من برای شما چیم؟ هر کسی یه چیزی گفت، ولی پتروس گفت تو پسر خدا هستی، تو مسیح هستی. به حقیقت اشاره کرد و اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اونجا مسیح بهش گفت اینو جسم و خون برای تو آشکار نکرد. میدونید حالا همه یه قسمت کلام رو اینجوری بهش نگاه کنید. وقتی که کلام رو میخونید جوری بهش نگاه کنید که جسم و خون برای شما مکاشفه نکنه. تنها پدر ما که در آسمان است اینو برای ما مکاشفه میکنه و مکاشفه است که ما رو در صخره قرار میده، نه دانش. مکاشفه کلام خدا. چرا این تاکید میکنید در کلام بمونید، کلام رو بخونید؟ این اهمیت داره. اهمیتش برای نیستش که ما یک کار مذهبی میخوایم انجام بدیم. اهمیتش اینه که این راز پادشاهی و اصول پادشاهی خداست. مسیح میگه اگر شما این مسئله رو درک بکنید میتونید مسئله دیگر رو درک بکنید. مسیح میگه که اگر در یوحنا باب 14 میگه اگر مرا دوست بدارید احکام مرا نگاه خواهید داشت. و در یوحنا باب 15 و میگه حالا یک حقیقتی هست، یک تاک حقیقی هست و من تاک هستم و شما شاخه های آن و پدرم باغبان است. و شما بدون، میدونید چی یعنی چی؟ میگه بدون این اصول، شما بدون فیلتر پدر آسمانی و بدون فیلتر عیسی مسیح خداوند نمیتونید زنده بمونید. و دنیا میخواد اینا رو بگیره از ما. یک چیزی که اهمیت داره، ما تصمیم میگیریم و اطاعت مدام انجام میدیم. امروز ما تصمیم گیرنده هستیم. میخوام آخر جلسه واقعا یک پرستش بذاریم و اون سرود تسلیم من و همه زانو بزنیم، چون میگه فاصله همه کار انجام بدیم. میگه فاصله بین من با تو یه قطعه زانو زدنه. میدونید این عمق این پرستش یعنی چی؟ یعنی عمق این پرستش یعنی فیض رو نشون میده. دقیقاً یعنی فیض رو اینجا میخوب میکنه. میگه ببینید این فیض مسیحه. میگه یه زانو فیض، یه زانو تمام. این فیض خداوند عیسی مسیحه و من امروز تصمیم میگیرم. هللویا. من نمیخوام خداوند کلام تو رو بهش بی اهمیت باشم. چون یه آیه‌ای هست در داوران باب 16 آیه 19 و 20. شمشون میگه دلیل شمشون را بر زانوان خود خوابانید و مردی را فرا خوانده از او خواست 7 گیسوی سر شمشون را بتراشد. آنگاه به ذلیل ساختن او آغاز کرد و نیروی شمشون از او برفت. دلیل گفت شمشون فلسطینیان بر تو آمدند. شمشون از خواب برخاسته گفت همچون پیشتر میروم و به تکانی خود میرهانم. اما نمیدانست که خداوند او ترک کرده است. شمشون را خدا، یادتونه یه نکته 7 بود میخوایم به اون اشاره کنیم، شمشون پر از مس خدا بود ولی پر از بی‌اطاعتی، پر از نااطاعتی. میدونی چرا؟ چون گفت حالا یه بار چیزی نمیشه، 2 بار چیزی نمیشه، من که همش قدرت رو دارم، من که همش میتونم.
من که حالا همش میتونم بیام، من که همش میتونم کلیسا بیام، من که حالا الان نشد کلام میخونم، فردا نشد میخونم. من یک خوابی پریشب دیدم، همه چیز تمام شد، رفتم، ولی مسیح دور من برگرد. مسیح رو توی خواب میخواست چی باید نشون بده؟ مثلا یک چشم به هم زدن. دیدیم میگیم مرگ خبر نمیکنه، هرچند که ما دیگه مرگی نداریم، یعنی جسم طبیعی تموم بشه خبر نمیکنه. جسم طبیعی مگه خبر میکنه؟ لحظه به لحظه تموم میشه. یه موقعی تایم یک توبه هم نیست دیگه، چون نمیدونی کیه. یک لحظه است. باور کنید توی خواب اینو دیدم که همه چیز تموم شد، مسیح بود، ولی به مسیح گفتم بازم میخوام ادامه بدم. مسیح منو برگرد بود، منم میخوام تو ادامه بدی، ولی یک چیزی رو میخوام درک کنم. چقدر زود همه چی تموم شد. توی همه چیز اینقدر تموم میشه. دیدیم میگیم زمانهای آخر نزدیکه، به هوش باشید. تو چه شرایطی هستی؟ چون یک لحظه است. مسیح میگه چی؟ میگه همچون دوست که خبر نمیکنه وارد میشه. من اونجوری میام. میگه اون پر از مس بلند شد، گفت ببین چنان حرکتی انجام بدم الان، چون وقتی که آیه قبلش رو میخونی میبینی همون شمشون با چی میگم اون جمجمه یک الاغ هزار مرد رو کشت، با جمجمه الاغ تازه 1000 مرد رو کشت. میدونید همیشه فکر میکنید این قدرت هست، ولی این اطاعتی کرد. آخر رفت در بین زانوی این دنیا و این تاریکی و شیطان زانو زد و هنوز فکر کرد که همه چیز هست. و اونجا اما نمیدونست که خدا به ما ترک کرد. داوود وقتی که زنا کرد و وقتی که میخواست اون گناهش رو بپوشونه، رفت همسر اون شخص رو به قتل رسوند، ولی بعدش پشیمون شد، بعدش افتاد بر توبه. و داوود در مزامیر 51:10-12 کلام خداوند رو میگه خدایا دلی طاهر در من بیافرین و روحی استوار در من تازه بساز. مرا از حضور خود دور میفکن و روح القدس خود را از من مگیر. شادی نجات خود را به من بازده و به روحی راغب حمایتم فرما. خداوند همچون قلبی داوود امروز ما توبه میکنیم. میدونم که روح القدس داره کار میکنه در قلب ما. میگه شادی نجات خود رو از من بازده و روحی راغب حمایتم فرما. در دوم قرنتیان باب 1:21 میگه اما خداست که ما را با شما در پیوندمان با مسیح استوار میسازد. او ما را مسح کرده است. مسح یک چیزه، یک قدرت ماورای انسانیه برای یک کار مهم. مسح شمشون مسحی داشت ولی به فکر کار خودش بود. نمیدونست که خدا اون مسح رو بهش داده نه به خاطر اینکه عاشق چه شعر باشه، عاشق چه شعر دیگه نیست بقیه نیست. این کار انجام بده که یک کار مهمی انجام بده باش، ولی اون یه مقطعی خدا کارش رو به پایان کمال میرسونه، ولی اون دنبال باقالیا بود. دیگه موقعی ما این مدارا میریم دنبال باقالیا،
ساکن میشه. یعنی همه ما پر از مستیم. میدونی یه باور اشتباهه، میگن فلان شبان مست داره. یه تعلیمی از بن هند بود، خیلی قشنگ بود. میگه تو یک قدم بر نداری بگه مست تو نمایان میشه. تو باید قدم برداری و بیای جلو که اون مست تو نمایان بشه، که تو برای چه کار مهمی خدا اون مست رو به تو داده که انجام بدی. چرا خیلی راحت میتونی باور بکنی که من شاید هیچ کار مهمی ندارم انجام بدم، کار مهم خدا به دیگران سپرده. چرا اینو میشه راحت تر باور کرد؟ چون از بی‌کلامیه، چون اون رویا نداشتن است، چون اون ایمان نداشتن است، چون پشتش تلاش نیست، پشتش تحمل نیست. ولی برای یک مدت کوتاه خداوند رو از کلیسا میخواد. اولین اطاعتتون اینجا انجام بدید به نام عیسی مسیح، با فیض، با قدرت فیض. میگه نه به قوت، نه به قدرت، بلکه با فیض، بلکه با روح توی خداوند، بلکه با قدرت توی خداوند، بلکه با مست تو که امروز میریزی بر این کلیسا، بلکه با اون نگاهی که تو به این کلیسا داری، بلکه با اون نگاهی که بدون برچسبه، پر از فیضه. تو تک به تک به من نگاه میکنی، میگی من عاشقتم، من دوستت دارم. تو پر از مستی، تو پر از قدرتی. خودتو پیدا کن کلیسا، خودتو پیدا کن. تک به تکتون رو به خودتون اعلام بکنید. خودتو پیدا کن، نذار هیچ چیزی مانع بشه. تو برای یک کار مهمی ساخته شدی. یه نفر میتونه مستش خیلی نمایان باشه، دیدی؟ مثل بلی گرام، شخصیه که پر از مست در آسمان هنوز که هنوز داره بشارت میده. هللویا، شکر برای این مست. یه مستی هم هست که شاید هیچ کسی نمیبینه، ولی برای پادشاهی خدا بسیار و بسیار و بسیار اهمیت داره و مهمه. مهم نیست این بالا باشی یا این پایین باشی، مهمه که در اطاعت باشی، در اطاعت دوام، مدام در اطاعت باشی. مهم نیست در بیابان باشی یا در شهر، مهمه که در اطاعت باشی. اونجا میگه غنی گوید، ضعیف گوید قوی هستم، فقیر گوید من غنی هستم. هللویا، به نام عیسی مسیح خدا. یه موقع‌هایی مست ما امتحان میشه. از کجا میدونی توی امتحان مست نیست؟ چرا خودتون قضاوت میکنی؟ چرا دیگران رو قضاوت میکنی؟ از کجا میدونی؟ چرا در اطاعت دوام نمیاری؟ چرا با شادی این کار انجام نمیدی؟ میگه به آپلیس که امتحان خود را در مسیح پس داده سلام برسانید. به افراد خاندان فلان سلام برسونید. اینجا چه کلام خدا پولس رسول چی میگه؟ به چی اشاره میکنه؟ میگه به آپلیس که آزمایش خود رو در مسیح پس داده. یک شخص مست شده است، ولی مست اون آزمایش شده. امروز یاد بگیم که حتی خودمون رو قضاوت نکنیم، حتی مست خودمون رو قضاوت نکنیم، حتی قدرت خدا رو در خودمون رو قضاوت نکنیم و ایمان داشته باشیم. اینجا ما باید بچسبیم به کلام خداوند. پایه و اساس زندگی ما کلام خداست. میدونی چرا؟ چون اگر کسی که کلام رو داره، میگم در این آیه چه اتفاقی میفته، و کسانی که کلام رو ندارن این اتفاق میفته. در مزامیر باب 1 میگه خوشا به حال کسی که در مشورت شیطان گام نزند و در راه گناهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند، بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه روز
در شریعت او تأمل کنند. وقتی که ما کلام رو نداریم، میدونی یعنی چی؟ یعنی داریم با دنیا، یعنی داریم با شیطان مشورت میکنیم. خیلی واضح بگم. ولی وقتی که در شریعت خدا هستیم، دوام بیاریم و دائم هستیم، اونجا چه اتفاقی میفته؟ و میگه شبانه روز در شریعت او تأمل میکنیم. وقتی که کلام رو داریم و اونجا پیروز زندگی رو پیروز هستیم. هللویا خدا. میخوایم که به نام عیسی مسیح بشنویم من خودم بشنویم به نام عیسی مسیح از دختر مست شده خدا که اینجا حضور داری پادشاه. مرسی برای محبت عجیب و کلام پرقدرتت خدا. من کلامی که مثل بارون و برف میباره بر زمین و بی ثمر بر نمیگرده و نان رو مهیا میکنه، نان حیات رو ای خدا من از آسمان سزد. ای خدا قدوس، زیرا خداوند نور جاودان تو خواهد بود و روزهای ماتم تو به پایان خواهد رسید. آنگاه تمامی قوم تو پارسا خواهند بود و زمین را تا ابد در تصرف خویش خواهند داشت. آنان نهال مقروس منند و ثمره دستانم تا جلال بیابم. کمترین 1000 تن خواهد شد و کوچکترین قوم نیرومند. من یهوه هستم و این را در وقتش خواهم شتابانید. سال لطف خداوند در اشعیا 61. بعد از اینکه خداوند ما رو به برگشت فرا میخونه و به مطیع بودن فرا میخونه، توی این پروسه که به آغوش امن پدر میان با قلبی فروتن فراموش میکنیم هر آنچه که در دنیا به ما گفته شده و یاد گرفتیم و خودمون به خودمون گفتیم و وارد پادشاهی خداوند میشیم. وقتی که در آغوش امن پدر هستیم، وقتی در اطاعت هستیم و وقتی زیر سایه قادر مطلق هستیم، یعنی که در پادشاهی خداوند هستیم. یعنی نور خداوند سپر ما خواهد بود، یعنی تسلی خداوند آرامش ما خواهد بود، یعنی قدرت و قوت خداوند قدرت ما خواهد بود. میگه که جوانان هم خسته میشن، از پا در میان، حتی دلاوران، ولی کسانی که برای خداوند انتظار میکشن مثل عقاب پرواز میکنن و اوج میگیرن، میدوند و خسته نمیشن و راه میرن و درمانده نمیشن. شکر میکنیم خداوندا که میتونیم وارد این پادشاهی بشیم. خداوندی که نمیشد حتی در عهد عتیق نمیشد که وارد اون معبد شد و افرادی بودن که کاهنان بودن و وارد معبد میشدن با ترس و لرز که از حضور قدوسیت خدای زنده ممکنه جونشون رو بدن. ولی الان به فیض و رحم پدر، به فیض و رحم خدای قدوسی که خالق آسمان و زمینه و خالق تک تک ما هست، خدایی که روی صلیب رفت و با عشق و با محبت و با دوست داشتن و با باور، حتی باور به ما که روزی به او وفادار خواهیم بود و الان میتونیم در حضور پدر باشیم با سری افراشته، بدون سرزنش، بدون محکومیت و پدر فقط میخواد که در این آغوش امن باشیم و توی این رابطه. و چه اتفاقی میفته؟ فقط لحظه‌ای که همون لحظه‌ای که ذهنمون میگه که خدا من اشتباه کردم، من از تو دور شدم، از فیض تو دور شدم، از خونه امن تو دور شدم، و همون لحظه پسران و دختران خدای زنده خوانده خواهیم شد و همون لحظه کمترین 1000 تن خواهند شد و کوچکترین قوم نیرومند خواهند شد. و بعد از اون توی این پروسه میاد و توی اشعیا 61 به زیبایی خداوند هیچ نمیگه. روح خداوندگار یهوه بر من است
خداوند مرا مسح کرده است. مسح ما از خودمون نمیاد، از خودمون نمیمده. خداوند تک تک ما رو برگزیده و ما رو مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاده تا دل شکستگان را اطمینان بخشم و آزادی را به اسیران و رهایی را به محبوسان اعلام کنم، تا سال لطف خداوند را اعلام نمایم و از روز انتقام خدایمان خبر دهم، تا همه ماتمیان را تسلی بخشم و به آنان که در صهیون سوگوارند تاجی به عوض خاکستر ببخشم و روغن شادمانی به عوض سوگواری و ردای ستایش به جای روح یأس. آنان بلوط‌های پارسایی ما رو داره میگه، چون توی قسمتی که به اینجا خوندن در قسمت تاک اونجا خداوند میگه که وقتی که میمونی هر شاخه که میوه بیاره اونو هرس میکنم و اینجا میگه که آنان پاک هستید، در من بمانید و من ریز در شما میمانم. و اینجا این هرس کردن رو دوباره اینجا تو عهد عتیق گفته که آنان بلوط‌های پارسایی و نهادهای مملوس خداوند خوانده خواهند شد. ما رو اینجا داشته میگفته تا جلال او نمایان شود. حالا این بلوط‌های پارسایی که ما هستیم چجوری میتونیم میوه بلوط رو بیاریم، میوه بلوط پارسایی رو بیاریم وقتی که در تاک میمونیم؟ چی کار قراره انجام بدیم؟ اول از همه میگه کفش بپا کن. توی جنگی که توی افسسیان میگه کفش بپا کن. اول کفش رو پای خودمون میکن تا بتونیم بریم خبر خوش رو بدیم. اول از همه این خبر خوش تو زندگی های ما قراره که باشه، تو افکار ما، تو جسم و جان ما، توی لحظه و تصمیم های ما. و بعد میره وسعت پیدا میکنه، میگه خیمت رو وسیع کن و دریغ مدار. آنان خرابه‌های کهن را بنا خواهند کرد و ویرانه‌های سلف را برپا خواهند داشت. شهرهای خراب را بازسازی خواهند کرد و ویرانه‌های نسل‌های متمادی را آباد خواهند کرد. چطوری؟ من که تو زندگی خودم بودم. چطوری؟ نه، قرار نیست که ما تو زندگی خودمون بمونیم. قراره که مسح خداوند بر ما باشه. کجا داریم اشتباهی میریم و کجا در خانه پدر نیستیم؟ زیر سایه قادر مطلق نیستیم که بلا اومده به خونمون. وقتی زیر سایه قادر مطلق باشیم پر از مسح خواهیم بود، پر از روغن شادمانی خواهیم بود و غرض شده خواهیم بود. غریبان برخاسته گله‌های شما را خواهند چرانید و بیگانگان زارعان و تاکبانان شما خواهند بود. کاهنان خداوند خوانده خواهید شد و شما را خادمان خدای ما خواهند نامید. هللویا. خداوند مرسی یهوه، تو هستی که عدالت رو دوست داری و میخوای که مسح تو روی کلیسای خودت بیاد. مسحی که ما داریم میخوای که مکاشفه بشه. تو قبل از آفرینش تک تک ما رو برگزیدی و انتخاب کردی و اینجا توی حقیقت هستی و حقیقت ما رو آزاد میکنه. هر قدمی که فرزندان خداوند برمیدارن، کاهنان خداوند برمیدارن، باعث آبادی خواهد شد. حتی خرابه های نسل های متمادی رو ما با مسح و فیض خداوند و قوت خداوند که بر ماست میتونیم آباد کنیم. آیا حقیقتاً اینو باور داریم؟ آیا حقیقتاً مثل اون دختری که 12 سال خونریزی داشت و لحظه ای ردای مسیح رو گرفت و این باور رو داشت که وقتی ردای مسیح رو بگیره خداوند همونجا شفاش میده؟ باور داریم و میخوایم که از اون خونریزی ها، از اون بیماری ها، کدوم بیماری؟ من که سالمم، نه، من سر جای خودم نیستم. قراره که بلوط پارسایی بوده باشم، قراره که کاهن خداوند و خادم خدای قدوس بوده باشم. و چقدر زیبا. آیا ما باور داریم و قرار هستش که این باور رو داشته باشیم که لحظه ای ردای مسیح رو بگیریم؟ خداوندا، بارها خواستم ردات رو بگیرم به خاطر چیزهای فانی، ولی این بار میخوام ردات رو بگیرم برای مسیحی که به من دادی و
تو رو ندیدم و درک نکردم خداوندا که تو روی صلیب رفتی، جون خودتو دادی و این روغن بس تو در وجود من نهادینه شده. خداوند میخوام که یه لحظه ردای تو رو بگیرم برای چیزی که خودت میخوای، نه چیزی که خودم میخوام، برای افکار تو نه افکار خودم، برای دنیای ابدی، برای حیات ابدی نه دنیای فانی. یه لحظه آیا حاضری که با فروتنی، با وفاداری به مسیح رداشو بگیری و این بار برای خود خداوند، خدای قدوسی که شاه شاهان، رب الارباب، خدای صلح و سلامتی هست، زانو بزنی و فروتن بشی و بخوای. چون پدر توی متن میگه من نیازهای شما رو میدونم. پدر همه نیازهای ما رو میدونه. من میخوام امروز ردای مسیح رو بگیریم تا بتونیم پر از روغن شادمانی بشیم و اون ردای پارسایی رو دوباره بپوشیم و این بار نه با غرور بلکه با ارزشی که خداوند به ما میده و عشق و محبتی که خداوند به ما داره حالا زانا و قوت داره تا بلند بشیم و در آغوش امن پدر در این پادشاهی قدم بزنیم. دیگه قرار شد وقتی که روی زمین میخوایم قدم بزنیم بدونیم کاهنان خدای زنده هستیم با این دیدگاه و با این مس، با این قوت. و اگر جایی دنیا وسوسه‌مون کرد که کلامی رو بگیم که از خدا نیست، تو دلمون بگیم نه من کاهن خدای زنده هستم، چرا اینو بگم؟ ارزش نداره. بخوام قضاوتی بکنم تو ذهنم میگم اوکی درسته ولی ارزشی نداره. من کاهن خدای زنده میخوام هر جا که پا میذارم شفا جاری باشه، هر جا که پا میذارم برکت جاری باشه و خبر خوش جاری باشه. دیگه بسه اون قبل تمام شد و اون لباس کهنه دنیایی رو بذاریم پشت سرمون و به سمت جلو حقیقتا حرکت کنیم و فقط هم با مس و قوت خداوند، با کلام خداوند، با قوت روح القدس، با شراکت روح القدس، با دست نیرومند پدر که بر ما هست میتونیم این کار رو انجام بدیم. به نام عیسی مسیح. به نام عیسی مسیح. هللویا.